به نام خدای عدالت و آزادی با کسب اجازه از جناب رئیس و همکارای گرامی. جناب رئیس، بارها تکرار کردیم که من و ملتم مدافعین جمهوریت واقعی هستیم، نه جمهوریت 4 نفری که معنی آن فساد، دزدی، دسیسه سازی است. آقای غنی با تعریفی که از جمهوریت کرد، صف جمهوریت خواهان واقعی و جمهوریت دزد را بار دیگر مشخص کرد. یک جمع از ارگ امروزه درس جمهوریت گویی میدهند، اما چیزی که دیروز از جمهوریت بار دوم فهمید ایست که یا با ما باشید یا شما را از بین میبریم. دیروز به دستور دم و دستگاه حکومت بالای برادر محترم ما مهدی راسخ، نماینده شریف میدان وردک، لشکرکشی صورت گرفت. میخواستند یکی از صداهایی که چیزی جز عدالت نمیخواهد خفه بسازند. اینها با استفاده شخصی از نیروهای دفاعی و امنیتی در صدد ایجاد شگاف‌های قومی در کشور هستند. آقای غنی بیش از 200 مواد قانون اساسی را نقض کرده. این قانون برای آقای غنی به جز یک کاغذ پاره چیزی دیگر بیش نیست، اما برای مردم یک تهدید خیلی جدی. جناب رئیس، در ارتباط با آقای مهدی راسخ، ماده 101 و 102 قانون اساسی نقض شده است. ما از خانه ملت و همکارای خود توقع دارم که غلام بچه های خودمان که فرمان داده اند، نه مدافعین واقعی که دستور را با چشم پر از اشک عملی کردند، برخورد قانونی صورت بگیرد. جناب رئیس، ما به ارگ و دستگاهش هشدار میدهم دشمنان واقعی جمهوریت به خانه آتش دست نزنین. اردوی ملی و ارتش ملی را تقسیم به قوم و زبان نسازید. تشکر.